سلام به رادیو شکاک خوش اومدید. همونجور که میدونید یا شاید هم اگه نمیدونید، من اینجا موضوعاتی که برام جالب هستن رو بررسی میکنم و طریقه بررسی من اینجوریه که مطالب مختلف رو جمع‌آوری میکنم و از طریق هوش مصنوعی اونا رو تبدیل به یک پادکست تقریبا 10 دقیقه میکنم که هم خودم گوش بدم و هم این که ممکنه به درد یه نفر یا 2 نفر دیگه هم بخوره و همین میذارمشون اینجا. امیدوارم لذت ببرید و بریم گوش بدیم که ببینیم پادکست امروزمون چطوری شده. سلام به شما. خیلی خوش اومدید. احتمالاً شما هم زیاد شنیدید که میگن راه پیشرفت کشورها خب مشخصه دیگه، بازار آزاد، تجارت باز، دولت هم کمتر دخالت کنه. آره، این نسخه‌ای که معمولاً خیلی تکرار میشه، مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه. دقیقاً. اما منابعی که امروز داریم، به خصوص نگاهی که هاجون چنگ توی کتاب نیکوکاران نابکار داره، یه داستان کاملاً متفاوت رو میگه. یعنی یه جورایی شوکه کننده است حتی. بله، چنگ میگه مسیری که این کشورهای ثروتمند امروزی مثل بریتانیا، آمریکا، ژاپن، کره رفتن اصلاً شبیه این توصیه‌های امروزیشون نیست. کاملاً برعکسه حتی. عجیبه واقعاً. خب امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم. ببینیم این قدرت‌های اقتصادی چطوری واقعاً به اینجا رسیدن. و مهمتر این که چرا سیاست‌هایی که امروز به بقیه توصیه میکنن اینقدر با راهی که خودشون رفتن فرق داره. این قضیه برداشتن نردبان که میگه چیه؟ آره همینه. بیایید این افسانه رایج بازار آزاد رو با هم به چالش بکشیم. خب اول بگیم این توصیه استاندارد شامل چی میشه معمولاً؟ ببینید، نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، اینها معمولاً روی چی تاکید بارن؟ تجارت آزاد، خصوصی سازی، پول ملی قوی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت خاصی. که البته چنگ توی کتابش به اینها میگه تسلیس نامقدسه. یه جایی کنایه‌آمیزه، چون معتقد این سیاست‌ها نه تنها کمک نمی‌کنه، بلکه جلوی توسعه واقعی رو هم میگیره. دقیقاً همینطوره. حالا بریم سراغ تاریخ واقعی، یعنی چیزی که این منابع روش تاکید دارن. بریتانیا رو مثال بزنیم. خب بریتانیا که بعداً شد قهرمان تجارت آزاد، درسته؟ آها. ولی قبلش چی؟ قرن 17 18 سیاست‌های به شدت حمایتی داشته. یعنی چطور مثلا؟ تعرفه‌های گمرکی خیلی بالا برای محافظت از صنایع نساجی خودش در مقابل هلند و بلژیک. قوانین دریانوردی خیلی سفت و سخت که تجارت رو به نفع کشتی‌های بریتانیایی محدود می‌کرد. آها. پس اول خودشون رو ساختن، بعد درهای تجارت رو باز کردن. دقیقاً. فقط وقتی که دیگه قدرت بلامنازع صنعتی شدن، اون وقت شروع کردن به تبلیغ تجارت آزاد برای بقیه. خیلی جالبه. حالا آمریکا چطور؟ همیشه تصویر یک کشور طرفدار بازار آزاد رو ازش داریم. راستش این یکی از بزرگترین افسانه‌ست طبق این تحلیلا. آمریکا از حدود سال 1816 تا تقریباً پایان جنگ جهانی دوم، یعنی نزدیک 130 سال، یکی از حمایتگراترین اقتصادهای دنیا بوده. جدی؟ با تعرفه‌های بالا؟ بله، تعرفه‌های متوسط 40 تا 50% روی کالای صنعتی وارداتی. این ایده صنایع نوپا مال الکساندر همیلتون بود که میگفت باید از صنایع داخلی تا وقتی قوی بشن محافظت کرد. پس این ایده مال آمریکایی‌ها بوده اول. بله، خیلی جدی هم اجراش کردن. تازه فقط تعرفه نبود. توی کپی کردن و مهندسی معکوس فناوری‌های اروپایی هم خیلی فعال بودن. اون موقع قوانین کپی رایت مثل الان نبود دیگه. خب کی پس آمریکا طرفدار تجارت آزاد شد؟ عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم. وقتی که دیگه قدرت برتر اقتصادی دنیا شده بود و صنایعش نیازی به اون حمایت‌ها نداشتن، تازه اون موقع شروع کرد به فشار آوردن به بقیه برای کاهش تعرفه‌ها و باز کردن بازاراشون. انگار الگو داره تکرار میشه. بریم سراغ ژاپن. ژاپن هم داستان مشابهی داره. دوره میجی را در نظر بگیرید، اواخر قرن 19. دولت ژاپن خودش مستقیما وارد صنعتی شدن شد. یعنی دولت کارخونه ساخت؟ آره، کارخونه‌های نمونه دولتی تأسیس کرد، متخصص خارجی استخدام کرد، دانشجو فرستاد خارج.
بعد که این صنایع یکم جون گرفتن، اونا رو با شرایط خیلی خوب به شرکت‌های بزرگ خصوصی ژاپنی که بهشون میگفتن زایباتسو واگذار کرد. هدفمند بود کاملا. و بعد از جنگ جهانی دوم، اون موقع که ژاپن ویران شده بود. اونجا نقش وزارت تجارت و صنعتش یعنی MIT خیلی حیاتی بود. MIT بود که تصمیم می‌گرفت کدوم صنایع استراتژیک هستن، مثل فولاد، کشتیسازی، بعداً خودروسازی و الکترونیک. چطوری حمایت میکرد؟ با همه ابزارهای ممکن. وام‌های کم بهره و هدایت شده از بانک‌های دولتی. تعرفه‌های بالا مثلا 40% روی خودرو، کنترل شدید روی واردات و سرمایه‌گذاری خارجی، تشویق به مهندسی معکوس و کپی کردن فناوری‌های غربی. یعنی دقیقاً عکس اون چیزی که الان توصیه میشه. عجب. خب میرسیم به کره جنوبی. مثال خیلی معروفیه. آره، کره رو که دیگه همه میگن معجزه بازار آزاده. ولی این منابع به خصوص تحلیل چنگ میگن اصلاً اینطور نبوده. دولت کره نقشی بسیار بسیار فعال و مستقیم داشته. مثلا در مورد شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ یا هیوندای. دقیقاً. دولت کره بود که با برنامه‌ریزی دقیق، وام‌های کلان دولتی، یارانه‌های صادراتی و محافظت شدید از بازار داخلی، این غول‌ها رو از تقریباً هیچ به وجود آورد. مثلا صنعت فولاد پوسکو رو خود دولت با سرمایه‌گذاری مستقیم راه انداخت. ورود سرمایه خارجی رو هم خیلی کنترل می‌کردند. پس این روایت ساده انگارانه بازار آزاد برای کره هم زیر سوال میره طبق این دیدگاه. کاملاً. قضیه اینه که دولت کره خیلی هوشمندانه و گاهی حتی با مشت آهنین اقتصاد رو به سمت صنعتی شدن هدایت کرد. خب با این همه مثال تاریخی فکر کنم اون استعاره برداشتن نردبان خیلی معنی پیدا میکنه. میشه یکم بیشتر توضیحش بدید؟ حتما. ببینید، مثل این میمونه که شما با یه نردبون از یه دیوار بلند بالا برید. خب اون نردبون چیه؟ همون سیاست‌های حمایتی، تعرفه، یارانه، دخالت دولت، کپی کردن فناوری و اینها. کشورهای ثروتمند امروزی از این نردبون استفاده کردن تا به بالای دیوار توسعه برسن و حالا که بالا هستن، نردبون رو از پایین دیوار برمی‌دارن و به بقیه که پایین موندن میگن نیازی به نردبون نیست، فقط کافیه بپرید. بازار آزاده. یعنی دقیقاً همون ابزارهایی که خودشون استفاده کردن رو برای بقیه ممنوع یا محدود میکنن. با چه ابزارهایی این کارو میکنن؟ یعنی چطوری نردبون رو برمیدارن؟ عمدتاً از طریق همین نهادهای بین‌المللی که گفتیم. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام‌هاشون رو مشروط می‌کنن به اجرای سیاست‌های بازار آزاد و حذف حمایت‌ها. یعنی میگن اگه میخوای وام بگیری باید تعرفات رو بیاری پایین، یارانه ها رو حذف کنی، شرکتات رو خصوصی کنی. دقیقاً. سازمان تجارت جهانی WTO هم قوانینی داره که استفاده از خیلی از ابزارهای حمایتی مثل یارانه‌های صادراتی یا الزام به استفاده از قطعات ساخت داخل رو محدود میکنه. و بحث مالکیت فکری هم هست، درسته؟ بله، خیلی مهمه. قوانین خیلی سختگیرانه‌ای مثل توافقنامه TRIPS در مورد مالکیت معنوی کار رو برای کشورهای در حال توسعه که میخوان از طریق یادگیری و مهندسی معکوس فناوری رو کسب کنن بسیار سخت کرده. در حالی که همین کشورهای پیشرفته قبلا خیلی راحت‌تر فناوری‌ها رو از هم قرض می‌گرفتن. این نکته هم جالبه که حتی ژاپن که خودش با همین روش اومد بالا، حالا انگار در جبهه مقابل قرار گرفته و همین سیاست‌های محدود کننده رو ترویج میکنه. آره، اینم یه بخش دیگه از ماجراست. انگار وقتی کشوری به باشگاه ثروتمندان میپیونده، قواعد بازی رو برای بقیه عوض میکنه. یه بحث دیگه هم که چنگ مطرح میکنه، بحث فرهنگه. بعضیا میگن مشکل توسعه نیافتگی فرهنگ مردمه. آره، اینم یه توجیه رایجه. ولی چنگ میگه این بیشتر بهانه است. تاریخ رو نگاه کنید. زمانی اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها رو تنبل، بی‌منطق و ناتوان از پیشرفت صنعتی میدونستن. واقعاً؟ بله. چنگ معتقده که این توسعه اقتصادیه که فرهنگ رو در طول زمان تغییر میده، نه اینکه فرهنگ ذاتاً مانع توسعه باشه. وقتی شرایط اقتصادی و فرصت‌ها عوض بشه، رفتارها و نگرش‌های فرهنگی هم تغییر میکنه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این بحثا، چی میتونیم بگیم؟ نکته اصلی اینه که بر اساس این تحلیل‌ها، مسیر واقعی توسعه این کشورهای قدرتمند اون چیزی نیست که روایت رسمی میگه.
یعنی نه با بازار آزاد بی‌قید و شرط، بلکه با ترکیب هوشمندانه از دخالت هدفمند دولت، حمایت استراتژیک از صنایع داخلی و مدیریت دقیق تجارت و سرمایه بوده. و ایده کلیدی نیکوکاران نابکار و برداشتن نردبان همین هشدار رو میده که سیاست‌های نئولیبرالی که امروز به کشورهای فقیرتر توسعه یا حتی تحمیل میشه، ممکنه بیشتر از این که به توسعهشون کمک کنه، به حفظ جایگاه قدرت‌های فعلی کمک کنه. دقیقاً. این یه نگاه انتقادی و متفاوت به روند توسعه و روابط شمال و جنوبه و این سوال مهم رو برای همه ما باقی میذاره. با توجه به این تاریخ پنهان توسعه و با توجه به فشارهای نهادهای بین المللی، اگه اون نردبونهای قدیمی دیگه در دسترس نیستن، کشورهای در حال توسعه امروز چه گزینه‌ها و چه مسیرهای خلاقانه‌ای برای پیشرفت پیش روی خودشون دارن؟ سوال خیلی مهمیه. شاید نیاز به پیدا کردن نردبونهای جدید یا حتی روشهای دیگه‌ای برای بالا رفتن از اون دیوار باشه. بحث بسیار جالبی بود. ممنون از شما و ممنون از شمایی که همراه ما بودید.